درود و به برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی خوش آمدید. طاهر سفر هستم و با اتفاق همکارانم از شهر دوشنبه و پراگ شما را همراهی میکنم. امروز چهارشنبه است 3 میلیون و نخست سرخط خبرها. حجره خوابش را آتش زدند و خودش را از کار راندند. سرنوشتی دادستان بلجوان که فقط 1 سال پیش در همین مقام تعیین شد. آرامی نسبی و جنگ‌های پراکنده. امریکا به یک کشتی ایران حمله کرده است. ایران به بحرین و کویت 1 نفر هم کشته شد. مقامات سوخت از سرمایه‌گذاری ازبکستان همسایه و عموما سرمایه‌گذاری خارجی در قلمرو ولایت بسیار خوشحال شدند. اقتصادیات ولایت سوخت به مبلغ 1 میلیارد 434 میلیون دلار سرمایه‌گذاری جلب کرده شده است. شروع میکنیم از یک خبری مهم. مراد مقیمزاده را که 1 سال پیش دادستان ناحیه بلجوان تعیین شده بود از منصب برکنار کردند. او را مهمه از کار راندند، ولی جزئیات برکناریش روز 3 ایون دسترسی رادیو آزادی شد. یک منبع آگاه در نهادهای انتظامی تاجیکستان گفت مراد مقیمزاده به بعضی از شکایت‌ها زود رسیدگی نمی‌کرده است و برای همین برکنار شد. عملکردهای دادستان را بعد از آن تفتیش کردند که شخصانی ناشناس شب 19 و 20 می محل خواب او را آتش زدند. 2 منبع در مقامات انتظامی ولایت ختلان به رادیو آزادی گفتند وقتی حجره خواب او را آتش زدند، صاحب خانه خبر یافته دادستان را بیرون برده است و به او هیچ آسیبی هم نرسیده است. مراد مقیمزاده 44 سال است و سال 2025 دادستانی ناحیه بلجوان تعیین شد. حالا معلوم نیست به کار دیگر گذشته است یا تا پایانی تفتیش قضیهش منتظر خواهد ماند. وزارت امور خارجه کویت گفت که در حمله ایران به این کشور 1 نفر کشته شد. حمله بعد از آن صورت گرفت که ایران امریکا را به ضربه به یک کشتی نفتکش کشور متهم کرد. اگرچه مذاکرات برای پایان دادن بین دو طرف به جنگ ادامه دارد، اما گزارش‌ها از حمله‌های خرد و پراکنده به هدف‌های یکدیگر زود نشر می‌شوند. میرزا نبی خالقزاد گزارش می‌دهد. نیروهای ایالات متحده آمریکا یک کشتی بارکش را که توسط آبهای خلیج فارس عازم ایران بود، هدف آتش موشکی هلفایر قرار دادند. در این منطقه ایالات متحده آمریکا تحریم جاری نموده روای کشتی‌ها به ایران را منع کرده است. سنتکام و یا ستاد مرکزی نیروهای ایالات متحده آمریکا روز 2 ایون اظهار نمود که کشتی لکسی دوام 24 ساعت گذشته دستورهای نظامیان آمریکا را نادیده گرفته است. خبرگزاری ریترز تصدیق می‌کند که کشتی لکسی 26 می در آبهای ساحلی عمان جایگیر بود. نظامیان آمریکایی اصرار می‌ورزند که بعد اصابت موشک کشتی حرکت به طرف ایران را قطع کرد. لکسی 6مین کشتی است که نظامیان آمریکایی از آغاز محاصره خلیج فارس در تاریخ 13 اپریل به حرکت کردند. در این مدت 122 کشتی دیگر که عازم بندرهای ایرانی بودند سمت حرکتشان را طبق دستورهای نظامیان آمریکایی تغییر دادند. همچنان ستاد مرکزی نیروهای ایالات متحده آمریکا اطلاع می‌دهد که در 2 روز گذشته نیروهای آمریکایی و همپیمان‌هایشان در خاورمیانه یک عده موشک‌های بالیستیکی و پهپاد یا هواپیماهای بی‌سرنشین ایران را راهگیری کردند. به قول ستاد 3 موشک ایرانی توسط پایگاه‌های ضد هوایی ایالات متحده آمریکا و بحرین بی‌ضرر گردانیده شده است. 2 موشک دیگر که در سمت کویت پرتاب شده بود در هوا فرو ریختند. سنتکام می‌افزاید که 3 پهپاد ایرانی که کشتی‌های ملکی را هدف قرار داده بودند راهگیری شدند. در جواب نیروهای آمریکایی برای به اصطلاح حمایت از خود پایگاه‌های نظامی ایران در جزیره کشم واقع در گلوگاه هرمز را مورد آتش قرار دادند. از نتیجه و تلفات خبر داده نمی شود.
برمیگردیم به تاجیکستان. تجارت میان تاجیکستان و ازبکستان در 4 ماه اول امسال به طور نظر است بالا رفته است. به اطلاع کمیته امور ازبکستان، دوشنبه و تاشکند در ماه‌های ینور و اپریل امسال با ارزش 284 میلیون دلار داد گرفت داشتند که در مقایسه به همین دوره سال گذشته تقریبا 51% بیشتر است. این زمان مقامات رسمی ولایت سوخت میگویند سرمایه‌گذاری تاجران همسایه کشور در این ولایت هم زیاد شده است. فرزان محمدی گزارش می‌دهد. در حالی که تاجران و صاحبکاران تاجیک از سنجش‌های زیاد و پیوسته و گرانی مالیات یا انداز شکایت دارند، بعضی از سرمایه‌گذاران از ازبکستان برای ساختن کارخانه‌های عظیم به تاجیکستان آمدند. یکی از این کارخانه‌ها سوخت متل است که ماه مارس سال 2025 با خرج 0.5 میلیارد سامانه در ناحیه باباجان غفورов ولایت سوخت به کار سر کرد. مقامات گفتند یکی از سرمایه‌گذارانش صاحبکار از ازبکستان است. Наш продукт отличается тем, что у нас передовые технологии. Эта технология единственная в Таджикистане. محصولات ما با آن فرق می‌کند که تکنولوژی ما بسیار پیشرفته است. این تکنولوژی در تاجیکستان یگانه است. در تمامی آسیای مرکزی 15 دستگاه بریدن فلزات است که 13 تای آن در ازبکستان و 2 تایش در تاجیکستان، یعنی در کارخانه ما است. در یک سال 100,000 تن متل را کار کرد می‌کند. Вот 3 месяца, как они запустили, точно такая же линия. 100 тысяч тонн она может переработать в год. مسئولان کارخانه استحصال پرده‌های پلی‌اتیلنی تکنولوژی پلیمری در ناحیه باباجان غفورov نیز گفتند که در 2 سال گذشته با یاری متخصصان از ازبکستان شرایط کار را بهتر کردند. این کارخانه سال 2009 با پول صاحبکار تاجیک فعال شده، اما دیرتر و به دلیل جوابگو نبودن محصولاتش به طلبات بازار با دشواری دچار شده بود. طول این 2 سال فعالیت ما در هم بازار داخلی و هم در بازار بیرون نمونه‌های بارهای خودمون رو پیشکش نمودیم و در سطح استانداردیزاسیون اروپایی جوابگو باشیم. بنا به آمار رسمی داد و گرفت میان تاجیکستان و ازبکستان در سال 2025 نظر به 1 سال پیش 100 میلیون دلار افزوده، 10.5 میلیون دلار آن سرمایه‌گذاری صاحبکاران ازبکستانی در تاجیکستان بوده است. تاجیکستان و ازبکستان می‌خواهند که در 4 سال آینده داد و گرفت را به 2 میلیارد دلار رسانند. در دوم سال 2025 طبق معلومات‌های کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی پیشنهاد گردیده در مجموع سرمایه خارجی وطنی و اقتصادیات ولایت سوخت با مبلغ 1 میلیارد 434 میلیون دلار یعنی سرمایه‌گذاری جلب کرده شده است که این نسبت به همین دوره سال گذشته 146.3% را تشکیل می‌دهد. اگر نسبت به رقم بگیریم اگر 454 میلیون دلار یعنی که زیاد است. این بار اول جلب اینقدر سرمایه‌گذاری به اقتصادیات ولایت می‌باشد. این در حالی است که قبلا چند از صاحبکاران ازبکستانی شکایت کرده بودند که ماموران گمرک تاجیکستان با تأخیر در حجتگذاری برای واردات مال و محصولات مانع گذاری میکنند. روابط تاجیکستان و ازبکستان که در گذشته به دلیل بحث راه و آب و نیروگاه به سردی پیچیده بود، بعد از مرگ اسلام کریموف و به قدرت آمدن شوکت میرزیویف بهتر شد. پیشتر آژانس آمار ازبکستان گزارش داده بود که تعداد کارخانه‌ها با سرمایه صاحبکاران تاجیک در این کشور رو به افزایش بوده است. حالا در ازبکستان 410 کارخانه با سرمایه صاحبکاران تاجیکستانی کار میکنند. ماه نوامبر سال گذشته تعداد این کارخانه‌ها 357 عدد بود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفورov. حکومت روسیه و طالبان در افغانستان آخر ماه می یک سازشنامه همکاری امضا کردند و حالا این سوال مطرح است که سازش نوی مسکو و طالبان دیگرگونی جدی در همکاری‌های دو طرف است یا تنها یک اقدام رمزی. بخش مرکزی رادیو آزادی این موضوع را تحلیل کرد و خلاصه این را پیش از برنامه از همکارم کیومرثی عطا پرسیدم.
طاهر یادداشت همکاری‌های نظامی تکنیکی می‌تواند که از فروش سلاح تا آموزش و نگهداری حمل و نقل و کمک‌های فنی را در بر گیرد، ولی جانب‌ها تاکنون متن یادداشت را نشر نکردند و درباره آن تفصیلات نمی‌دهند و کمبود معلومات به کارشناسان امکان نمی‌دهد تا روشن کنند که دو طرف به یک تغییر واقعی در روابط نظامی وارد شدند یا سازش نو تنها معنای رمزی یا سیاسی دارد. کارشناسانی که بخش مرکزی رادیوی آزادی با آنها صحبت کرده است میگویند که با نظرداشت جنگ دوامدار در اوکراین و تاثیر تحریم‌های فلج کننده غرب، توانایی روسیه برای گسترش همکاری‌های نظامی با طالبان محدود است. از جمله حمید حکیمی، پژوهشگر ارشد شورای اتلانتیک گفته است روسیه از جهت اقتصادی زیر فشار سخت است و نمیتواند به حکومت طالبان کمک بی‌پول یا رایگان نظامی رساند و در نوبت خود به گفته او حکومت طالبان هم ذخیره کافی پولی یا مالی ندارد تا تجهیزات زیادی نظامی روسیه را بخرد. رسلان سلیمانوف، کارشناس روس، در صحبت با نشریه مستقل اینسایدر که قرارگاهش در لاتویا است گفته است که این سازشنامه بیشتر پیام سیاسی دارد تا دستگیری نظامی مسکو از طالبان. گروه مذکور که فعالیتش در چند کشور ممنوع است از سال 2021 و بعد از بیرون رفتن نیروهای آمریکا با مشت آهنین افغانستان را اداره می‌کند. این گروه افراطی تا اندازه به این کشور جنگ زده در همسایگی تاجیکستان آرامی نسبی آورده، ولی بسیاری از مردم مخصوصا زنان را از حقوق بنیادیشان محروم کرده است و روسیه یگانه کشور جهان است که حکومت طالبان را به عنوان حاکمان قانونی افغانستان به رسمیت شناخته است. و روسیه بیشتر از خطر شاخه خراسان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش به روسیه و هم به کشورهای آسیای مرکزی بسیار نگران است که این گروه در افغانستان هم فعال می باشد. از همکارم کیمر سیتو همچنین پرسیدم روسیه در این زمینه با طالبان چی کار می کند؟ رئیس خدمات امنیت فدرالی روسیه الکساندر بورتنیکوف روز 26 می امسال هشدار داد که شاخه خراسانی گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش یکی از فعالترین و خطرناکترین سازمان‌های تروریستی در افغانستان میماند. شاخه خراسانی داعش مسئولیت حمله را به یک تالار کنسرتی در نزدیکی شهر مسکو در سال 2024 به عهده گرفته بود و در آن حادثه قریب 150 نفر کشته شدند. سخن البته درباره تالار کراکوس می‌رود که با گمان تشکیل و نقشه‌ریزی و اجرای حمله اساساً شهروندان تاجیکستان بازداشت و زندانی شدند، اگرچه در قضیه آنها بعضی شبهه و ناباوری‌ها همچنان باقی است. این از یک طرف. از سوی دیگر مسکو تلاش دارد که خود را همچون نیروی مقاوم در برابر سیاست غرب نشان دهد. در جریان نشست امنیتی که روز 27 می امسال در مسکو گذشت، سرگئی شویگو دبیر شورای امنیت روسیه از کشورهای غربی خواست مبلغ‌های حکومت افغانستان را در بانک‌های خارجی آزاد کنند و عاقبت به گفته او حضور 20 ساله خود را بپذیرند. پیش از این در روز 14 می همین شویگو در نشست امنیتی منطقه‌ای در قرقیزستان گفته بود روسیه با طالبان گفتگوی سودمند را به راه مانده است. دبیر شورای امنیت روسیه همچنین با اشاره به نگرانی‌های مشترک امنیتی و ثبات منطقه‌ای گفت مسکو با کابل شریکی کامل حقوق را تقویت خواهد داد، ولی او شرح نداد که این شریکی از چه‌ها عبارت خواهد بود. همکارم کیمر سیتو درباره یک سند همکاری بین روسیه و طالبان صحبت میکرد. اونگونه که او گفت این گروه تندرو ماه اوگوست سال 2021 دیگر بار قدرت را در افغانستان به دست گرفت. از آن زمان تا کنون هیچ یک از کشورهای جهان به جز از روسیه حکومت این گروه را که خود را امارت اسلامی افغانستان مینامد به رسمیت نشناختند. حکومت تاجیکستان هم تا کنون طالبان را همچون حکومت اعتراف نمی کند، اگرچه دو طرف دو گرفت‌های تجارتی دارند. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. و روز سه‌شنبه 2 میلیون خرس در یک محل تجارتی و اهالی نشین ژاپن به مردم در افتاد و 4 نفر را مجروح کرد. در ویدیوهای نظارتی کارخانه فلزات فوکوشیما استیل ورکس دیده می شود که خرس آسیایی کارگری را در نزد کارخانه تعقیب کرده به زمین می افکند و بنا به گزارش‌ها خرس همچنین یک زن 60 ساله و کارگر دیگری همین کارخانه را زخمی کرده است و هم به پیرزنی 80 ساله در یکی از محله‌های اطراف آسیب رسانده است. رسانه‌های ژاپن نوشتند که خرس تا روز 3 ایون در درون کارخانه بود و ممکن است که ماموران پلیس پس از گرفتن اجازه جانور وحشی را بکشند. حمله خرس سبب بستن مکتب‌های ابتدایی در محل حادثه شد و فعالیت کارخانه را هم برای مدت باز داشت.
با پایان برنامه اخبار آزادی رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم که تا این لحظه ما را همراهی کردید. خبر و گزارش‌های بیشتر را هر وقت خواستید میتوانید در وبسایت ما در نشانی azadi.org و در صفحه‌های رادیو آزادی در اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام و تیک تاک ببینید و بخوانید. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.